داد و بیداد بر سر ماهی و حکم اعدام ننه کلاغه. تو حوض چند تا ماهی سرخ و ریز بودند. روز ششم یا هفتم بود که الدوز یکی را با کاسه گرفت و داد آقا کلاغه قورتش داد. اولین ماهی بود که میخورد. از ننش شنیده بود که شکار ماهی و قورت دادنش خیلی مزه دارد، اما ندیده بود که چطور. ننه او مثل زن بابای الدوز نبود. خیلی چیزها میدانست. میفهمید که چه چیز برای بچهش خوب است، چه چیز بد است. اگر آقا کلاغه چیز بدی ازش میخواست، سرش داد نمیزد. میگفت که بچه جان، این را برات نمیارم، برای اینکه فلان ضرر را دارد. برای اینکه اگر فلان چیز را بخوری، نمیتوانی خوب قار بکنی. برای اینکه صدایت میگیرد. برای اینکه علت همه چیز را میگفت. اما زن بابا اینجوری نبود. همیشه با اوقات تلخی میگفت الدوز فلان کار را نکن، بهمان چیز را نخور، فلان جا نرو، اینجوری نکن، آنجوری نکن، راست بنشین، بلند حرف نزن، چرا پچ پچ میکنی و از این حرفا. زن بابا هیچ وقت نمیگفت که مثلا چرا باید بلند حرف نزنی، چرا باید ظهرها بخوابی. الدوز اولها فکر میکرد که همه ننه ها مثل زن بابا میشوند. بعد که با ننه کلاغه آشنا و دوست شد، فکرش هم عوض شد. زن بابا فرداش فهمید که یکی از ماهی ها نیست. داد و فریادش رفت به آسمان. سر نهار به شوهرش گفت کار کلاغه است. همان کلاغه که هی میآید لب حوض صابون دزدی. خیلی هم پر روست. اگر گیرش بیارم دارش میزنم. اعدامش میکنم. فحش‌های بدم به ننه کلاغه داد. الدوز صداش در نیامد. اگر چیزی میگفت زن بابا بو میبرد که او با کلاغه سر و سری دارد. فحش‌های بد هم به ننه کلاغه داد. الدوز صداش در نیامد. اگر چیزی میگفت زن بابا بو میبرد که او با کلاغه سر و سری دارد. به خصوص که روز پیش نزدیک بود لب حوض مچش را بگیرد. بابا گفت اصلا کلاغ‌ها حیوان‌های کثیفی هستند. دل دزدند. یک کلاغ حسابی در همه عمرم ندیدم. خوب مواظبش باش. اگر نه یک دانه ماهی توی حوض نمیگذارد بماند. زن بابا گفت آره باید مواظبش باشم. حالا که زیر دندونش مزه کرده دلش میخواد همه‌شان را بگیرد. الدوز تو دل به نادانی زن باباش خندید. برای اینکه کلاغ‌ها دندان ندارند. ننه کلاغه خودش میگفت. ننه کلاغه خیلی چیزها میداند و از مرگ نمیترسد. ظهری ننه کلاغه آمد. همه خواب بودند. دوتایی نشستند زیر سایه درخت توت. الدوز همه چیز را گفت. ننه کلاغه گفت فکرش را هم نکن. اگر زن بابا بخواهد مرا بگیرد چشماش را در می آورم. بعد آقا کلاغه را از لانه در آوردند. آقا کلاغه دیگر زبان باز کرده بود. مثل الدوز و ننه کلاغه که البته نه، اما نسبت به خودش بد حرف نمیزد. کمی لای گل و بوته ها جست و خیس کرد. این ور و آنور رفت. پر زد و بعد آمد نشست پهلوی مادرش. ننه کلاغه بهش یاد داد که چجوری شپش‌هایش را با منقار بگیرد و بکشد. ننه کلاغه زخمی زیر بال چپش داشت. آن را به الدوز و پسرش نشان داد و گفت این را 50-60 سال پیش برداشتم. رفته بودم صابون دزدی، مرد صابون پز با دگنک زد و زخمیم کرد. 5 سال تمام طول کشید تا زخمم خوب شد. از میوه های صحرایی پیدا کردم و خوردم، آخرش خوب شدم. الدوز از سواد و دانش ننه کلاغه حیرت میکرد. آرزو میکرد که کاش مادری مثل او داشت. ننه خودش یادش نمی آمد. فقط یک دفعه از زن بابا شنیده بود که ننه‌ای هم دارد. یک روز بابا و زن بابا دعوا میکردند. زن بابا گفت دخترت را هم ببرده ول کن پیش ننش. من دیگر نمیتوانم کلفتی او را هم بکنم. همین امروز و فردا خودم صاحب بچه میشوم. راستی باز هم شکم زن بابا جلو آمده بود و وقت زاییدنش رسیده بود. 1-2 دفعه هم عموی الدوز چیزهایی از مادرش گفته بود. عمو گاهگاهی از ده به شهر می آمد و سری به آنها می زد. الدوز فقط می دانست که ننه‌اش در ده زندگی می کند و او را دوست دارد. چیز دیگری از او نمی دانست. آن روز ننه کلاغه الدوز را بوسید. بچه‌اش را بوسید و پر کشید نشست لب بام که برود به شهر کلاغ‌ها. الدوز گفت سلام من را با آن یکی بچه ها تو دد کلاغه برسان. بعد یادش افتاد که تحفه چیزی هم برای بچه ها بفرستد. پستانکی توی جیب پیرهنش داشت. زن بابا برایش خریده بود. آن را در آورد، از پله ها رفت پشت بام، پستانک را داد به ننه کلاغه که بدهد به بچه هاش. آن وقت ننه کلاغه پرید و رفت نشست سر یک درخت تبریزی. روش را کرد به طرف الدوز،
قارقاری کرد و پرید و رفت و از چشم دور شد. دیدار کوتاهی با یاشار. الدوز پشت بام ایستاده بود. همین جوری دورها را نگاه می‌کرد. ناگهان یادش آمد که بی خبر از زن بابا آمده پشت بام. کمی ترسید. نگاهی به حیاط و خانه‌های دور و بر کرد. راستی پشت بام چقدر قشنگ بود. به حیاط همسایه دست چپی نگاه کرد. اینجا خانه یاشار بود. یکو یاشار پاورچین بیرون آمد. رفت نشست دم لانه سگ که همیشه خالی بود. یاشار 2-3 سال از الدوز بزرگتر بود. یک پسر زرنگ و مهربان. الدوز هر چه کرد که یاشار ببیندش نشد. صداش را هم نمیتوانست بلندتر کند. داشت مایوس میشد که یاشار سرش را بلند کرد. او را دید. اول ماتش برد. بعد با خوشحالی آمد پای دیوار و گفت تو اونجا چی کار میکنی الدوز؟ الدوز گفت دلم تنگ شده بود. گفتم برم پشت بام این ور و آن ور را نگاه کنم. یاشار گفت زن بابات کجاست؟ الدوز همه چیز را فراموش کرده بود. تا این را شنید یادش افتاد که آقا کلاغه را گذاشته وسط حیاط. ممکن است زن بابا بیدار شود آن وقت. وای چه بد. هولکی از یاشار جدا شد و پایین رفت. آقا کلاغه را آورد تپاند توی لانه. داشت درش را میبست که صدای زن بابا بلند شد. الدوز کدام گوری رفتی قایم شدی؟ چرا جواب نمیدی؟ دل الدوز تو ریخت. اول نتوانست چیزی بگوید. بعد کمی دست و پاش را جمع کرد و گفت اینجا هستم مامان، دارم جیش میکنم. زن بابا دیگر چیزی نگفت. بلا به خیر و خوشی گذشت. اعدام ننه کلاغه. فردا صبح الدوز از خواب پرید. ننه کلاغه داشت قارقار میکرد و کمک میخواست. مثل اینکه دارند کسی را میکشند و جیغ میکشد. الدوز با عجله دوید به حیاط. زن بابا را دید ایستاده زیر درخت توت. ننه کلاغه را آویزان کرده از درخت. حیوانکی قارقار میکند. زن بابا با چوب میزندش و فوش میدهد. صورت زن بابا زخم شده بود و خون چکه میکرد. کلاغه پرپر میزد و قارقار میکرد. از پاهاش آویزان بود. الدوز خودش هم ندانست که چه وقت دوید طرف زن بابا. پاهاش را بغل کرد و گازش گرفت. زن بابا فریاد زد آخ و الدوز خود را از او دور کرد. سیلی محکمی خواباند بیخ گوشش. الدوز افتاد. سرش خورد به سنگها. از هوش رفت و دیگر چیزی نفهمید. خواب پریشان الدوز. الدوز وقت ظهر چشمش را باز کرد. چند نفر از همسایه ها هم بودند. زن بابا نشسته بود بالای سرش. با قاشق دوا توی حلق الدوز میریخت. یک چشم و پیشانیش را با دستمال سفیدی بسته بود. چشمهای الدوز تاریک روشن میدید. بعد یک آدمها را شناخت. یاشار را هم دید که نشسته بود پهلوی ننه‌اش و زل زده بود به او. زن بابا دید که الدوز چشماش را باز کرد. هولکی گفت شکر. چشماشو باز کرد. دیگر نمی میرد. الدوز حرف بزن. الدوز نمی توانست حرف بزند. سرش را برگرداند طرف زن بابا. ناگهان صدای قارقار ننه کلاغه از هر طرف برخاست. الدوز مثل دیوانه ها موهای زن بابا را چنگ انداخت و جیغ کشید. اما سرش چنان درد گرفت که بی اختیار دستهایش پایین آمد و صداش برید. آن وقت حق گریهش بلند شد و گفت ننه کلاغه کو ننه کلاغه کو، کلاغ کوچولو چی شد؟ ننه. یاشار پیش از همه به طرفش دوید. هر کسی حرفی میگفت و میخواست او را آرام کند. اما الدوز های گریه میکرد. زن بابا مهربانی میکرد. نرم حرف میزد. میگفت گریه نکن الدوز جان، دوات رو بخوری زود خوب میشوی. آخرش الدوز از گریه کردن خسته شد و به خواب رفت. خواب دید که ننه کلاغه از درخت توت آویزان است، دارد خفه میشود. میگوید الدوز من رفتم. حرفایم را فراموش نکن. نترس. الدوز دوید طرف درخت. یک و زن بابا از پشت درخت بیرون آمد. خواست با لگد بزندش. الدوز جیغ کشید و ترسان از خواب پرید و حق گریهش بلند شد. این دفعه فقط بابا و زن بابا در اتاق بودند. باز به خواب رفت. کمی بعد همان خواب را دید. جیغ کشید و از خواب پرید. تا شب همینطوری هی می پرید و هی می خوابید. یک دفعه هم چشم باز کرد. دید که شب است. دکتر دارد معاینه‌اش می کند. بعد شنید که دکتر به باباش می گوید زخمش مهم نیست، زود خوب می شود. اما بچه خیلی ترسیده. پر می زند. از چیزی خیلی سخت ترسیده. الان سوزنی بهش می زنم.
آرام میگیرد و میخوابد. الدوز گفت من گرسنه‌ام. زن بابا برایش شیر آورد. الدوز شیر را خورد. دکتر سوزنی بهش زد. کیفش را برداشت و رفت. الدوز نگاه میکرد به سقف و چیزی نمیگفت. میخواست حرفای بابا و زن بابا را بشنود، اما چیز زیادی نشنید. زود خوابش برد. درد دل آقا کلاغه و چگونه ننه کلاغه گرفتار شد. فردا صبح الدوز یاد آقا کلاغه افتاد. دستش لرزید. چای ریخت روی لحاف. زن بابا چشم قره‌ای رفت اما چیزی نگفت. بابا سر پا بود. شلوارش را می پوشید که به اداره برود. الدوز میخواست پا شود و برود پیش آقا کلاغه، اما کار عاقلانه‌ای نبود. هیچ نمیدانست چه بر سر آقا کلاغه آمده. نمیدانست ننه کلاغه چی جوری گیر زن بابا افتاده، آن هم صبح زود. زن بابا دستمال روی چشمش را باز کرده بود. جای منقار ننه کلاغه روی ابرو و پیشانیش معلوم بود. بابا که رفت، زن بابا گفت من میرم پیش ننه یاشار، زود برمیگردم. خیلی وقت است به حمام نرفتم. این دفعه که نمیتوانم تو را با خودم ببرم. میخواهم ببینم ننه یاشار میتواند با من به حمام بیاید. زن بابا راستی مهربان شده بود. هیچ وقت با الدوز اینطور حرف نمیزد. اما الدوز نمیخواست با او حرف بزند. ازش بدش میآمد. یک دفعه چیزی به خاطرش رسید و گفت مامان، حالا که تو داری میروی به حمام، یاشار را هم بگو بیاید اینجا. من تنهایی حوصله‌ام سر میرود. زن بابا کمی اخم کرد و گفت یاشار میرود به مدرسه‌اش. الدوز چیزی نگفت. زن بابا رفت. الدوز پا شد و رفت سراغ آقا کلاغه. حیوانکی آقا کلاغه توی پهن کز کرده بود و گریه میکرد. تا الدوز را دید گفت اوه بالاخره اومدی. الدوز گفت مرا ببخش تنهات گذاشتم. آقا کلاغه گفت حالا چیزی بیار بخورم، بعد صحبت میکنیم. خیلی گرسنه‌ام، خیلی تشنه‌ام. الدوز رفت و آب و غذا آورد. آقا کلاغه چند لقمه خورد و گفت من فکر میکردم تو هم رفتی دنبال ننم. الدوز گفت ننت کجا رفت؟ آقا کلاغه گفت هیچ جا. زن بابات آنقدر زدش که مرد. بعد انداختش تو زباله‌دانی یا نمیدانم کجا. الدوز گریه‌اش را خورد و گفت چه آخر و عاقبتی. حالا سگ‌ها بدنش را تکه تکه کردند و خوردند. آقا کلاغه گفت ممکن نیست. آخر ما کلاغ‌ها گوشتمان تلخ است. سگ‌ها حتی جرأت نمی‌کنند نیششان را به گوشت ما بزنند. مرده ما آنقدر روی زمین میماند که بپوسد و پخش شود. الان ننم تو زباله‌دانی یا یک جای دیگر افتاده و دارد میپوسد. الدوز نتوانست جلو خودش را بگیرد. زد زیر گریه. آقا کلاغه هم گریست. آخر الدوز گفت حالا زن بابا میآید ما را میبیند. من میروم، بعد که زن بابا رفت به حمام باز پیشت میآیم. آن وقت در لانه را بست و رفت زیر لحافش دراز کشید. زن بابا آمد. بخچه‌اش را برداشت رفت. الدوز با خیال راحت آمد پیش آقا کلاغه. آفتاب قشنگ پهن شده بود. آقا کلاغه را بیرون آورد. در را باز گذاشت که آفتاب توی لانه بتابد. آقا کلاغه بالهایش را تکان داد. منقارش را از چپ و راست به زمین کشید و گفت راستی الدوز جان، آزادی چه چیز خوبی است. الدوز آه کشید و گفت تو فهمیدی ننه کلاغه صبح زود اومده بود چی کار؟ آقا کلاغه گفت فهمیدم. الدوز گفت می توانی به من هم بگویی؟ آقا کلاغه گفت راستش آمده بود من را ببرد پرواز یادم بدهد. تیغ آفتاب آمد پیش من. گفت امروز روز پرواز است. برادرها و خواهرت را میبرم پرواز یاد بدهم. تو هم باید بیایی. بعد برمیگردانمت. من به ننم گفتم الدوز شه؟ خبرش نمی کنی؟ ننم گفت خبرش میکنم. ننم در لانم را بست تو را خبر کند. کمی گذشت تو بیرون نیامدی. من توی لانه بودم. یکو صدای بگیر به بند شنیدم. ننم جیغ کشید قار قار. دلم ریخت. ننم میگفت مگر ما توی این شهر حق زندگی نداریم؟ چرا نباید با هر که خواستیم آشکارا دوستی نکنیم؟ از سوراخ زیر دریچه نگاه کردم و دیدم زن بابا ننم را زیر غربال گیر انداخته. معلوم بود که چیزی از حرفای ننم را نمیفهمید. الدوز بیتاب شده بود. به عجله پرسید بعد چه شد؟ آقا کلاغه گفت بعد ننم را با طناب بست. از درخت توت آویزان کرد. ننم یکو جست و با منقارش زد صورت زن بابا را زخم کرد. آن وقت زن بابا از کوره در رفت و شروع کرد با دگنک ننم را بزند. الدوز گفت ننه کلاغه حرف دیگری نگفت؟
آقا کلاغه گفت چرا؟ گفته ای زن بابای نفهم، تو خیال میکنی که کلاغ‌ها از دزدی خوششان میآید؟ اگر من خورد و خوراک داشته باشم که بتوانم شکم خودم و بچه‌هام رو سیر کنم، مگر مرض دارم که باز هم دزدی کنم؟ شکم خودتان را سیر میکنید، خیال میکنید همه مثل شما هستند. آقا کلاغه ساکت شد. الدوز گریه‌اش را خورد و پرسید بعد چه؟ آقا کلاغه گفت بعد تو بیرون آمدی با یک تا پیراهن، باقیش را هم که خودت میدانی. لحظه ای هر دو خاموش شدند. الدوز گفت پس ننه کلاغه رفت و تمام شد. حالا چی کار کنیم؟ آقا کلاغه گفت من باید پرواز یاد بگیرم. الدوز گفت درست است، من همش به فکر خودم هستم. آقا کلاغه گفت کاش ددم، برادرهام، خواهرم، ننه بزرگم میدانستند کجا هستیم. الدوز گفت آره، کمکمان میکردند. آقا کلاغه گفت یادت هست ننم میگفت تا چند روز دیگر پرواز یاد نگیرم میمیرم؟ الدوز گفت یادم هست. آقا کلاغه گفت تو حساب دقیقش را میدانی؟ الدوز با انگشتاش حساب کرد و گفت بیشتر از 6 روز وقت نداریم. آقا کلاغه گفت به نظر تو چی کار باید بکنیم؟ الدوز گفت میخوای تو را بدم به یاشار ببرد تو صحرا پرواز یادت بدهد؟ آقا کلاغه گفت یاشار کیست؟ الدوز گفت همین همسایه دست چپیمان. آقا کلاغه گفت اگر پسر خوبی باشد من حرفی ندارم. الدوز گفت خوب که هست، سر نگهدارم هست، اما چجوری خبرش کنیم؟ آقا کلاغه گفت الانه برو پشت بام بگو بیاید مرا ببرد. الدوز گفت حالا نمی شود، رفته مدرسه. آقا کلاغه گفت مدرسه؟ هنوز چند روز دیگر از تعطیل‌های تابستانی داریم. الدوز گفت تو راست میگویی، زن بابا گولم زده. الان مدرسه ها تعطیل است. من میروم پشت بام، تو همینجا منتظرم باش. در پله دوم بود که صدای پایی از کوچه آمد. الدوز زود کلاغه را گذاشت توی لانه، درش را بست، رفت به اتاق، زیر لحاف دراز کشید و چشم به حیاط دوخت.